من همانی هستم که دیگران را می بینم. محال است صفات و رفتار دیگران را ببینی ولی در خودت نباشد. چشم، گوش و درون ما چیزی را می بیند، می شنود و حس می کند که به وفور در ما وجود دارد. هر اتفاقی که در عالم بیفتد ما خبردار نمی شویم مگر اینکه از آن موضوع پر و سرشار باشیم. پس حالا خوب بیندیش جایگاه قضاوت، غیبت و تهمت کجاست؟